مردم و این فروما گفت Oh, it's normal. آنچه که داخل دارد نسبت ترمینال نوی فرودگاه دوشنبه خیلی برتری دارد از اون ترمینالی که تا امروز خدمت کرد. البته و ترمینال نو پیش بینی شده است برای 500 مسافر در یک ساعت خدمت رسانی کردن و طول سال باید که 1.5 میلیون و 1.5 میلیون مسافر خدمت رسانده شود. طوری که شما گشتید و شاهد شدید که شرایط برای مسافران در اینجا پر مهیا گردیده است. این تالاری که می‌بینیم امروز مسافرانی که آمدن برای از قید گذشتن و برای پرواز در اینجا میتونن که توقف کنند شینند و امکانات‌های زیادی اینجا پیش بینی شده است برای تمام مسافران و بخصوص برای مسافرانی که معیوب هستند و گشتن نمیتونن. یعنی که اینجا پندوس ها برای برآمدن با عربچه لیفت کار میکند. خب بعد حاجت خانه های هست که مخصوص برای مسافران معیوب پیش بینی شده است.